3 2 1 پارک دوبل همیشه پر استرس ترین تکنیکی بوده که کارآموزایی که برای امتحان عملی شهر میرن باهاش مواجهن. خیلی از کارآموزا به خاطر اینکه این تکنیک رو یادشون میره یا فاکتورهای اون رو به خوبی اجرا نمیکنن، روز امتحان عملی شهر خیلی راحت رد میشن. امروز براتون یه پارک دوبل ساده اما حرفه‌ای آوردم. یه پارک دوبلی که نیاز به این که شما فاکتورهای متفاوتی رو حفظ کنی یا یاد بگیری نیست. میتونی چشماتو ببندی و مثل آب خوردن پارک دوبل بزنی. بریم با هم ویدیو رو ببینید. سلام به همه همراهان کانال همیشگی مستر کاتاب. امیدوارم که حال یکایکتون خوب و خوش باشه. باز با یه آموزش پارک دوبل دیگه، اما یه پارک دوبل فوق‌العاده آسون اما حرفه‌ای براتون آوردم. برای اون دسته از دوستانی که میخوان برن امتحان عملی شهر بدن، این پارک دوبل فوق‌العاده است، خیلی آسونه. و اینکه روز آزمون عملی شهر میتونی ازش استفاده کنی که به راحتی پارک دوبل رو بزنی و برای پارک دوبل استرس نداشته باشی. بریم با هم این پارک دوبل رو اجرا کنیم و در حین اجرا من توضیحاتش رو بهتون بدم. الان من این پژو رو میخوام دوبل بگیرم. طبق روال باید یه فاصله نیم متری با اون ماشین کنارش ایجاد کنم. آینه با آینه که شدم، یه فاصله نیم متری. بعد از اینکه فاصله نیم متری رو کنار اون ماشین ایجاد کردیم، اینجا راهنمای سمت راست رو میزنیم. فرمون رو فقط بچه‌ها یک دور، نیاز نیست کامل 1.5 دور بشکنیم. فرمون رو یک دور میشکنیم و با همین فرمون اندازه‌ای میرین عقب تا خطر عقب پشت آینه کاملا محو بشه، یعنی دیگه خطر پشت آینه نبینید. دنده عقب، راهنمای سمت راست، با همین فرمون من میرم عقب تا پشت آینه سمت شاگرد، دیگه خطر اون ماشین رو نبینم، خطر سمت راننده اون ماشین. ببینید بچه‌ها کاملا خطر پشت آینه محو شد. اینجا ایست کامل، فرمونم رو کاملا به سمت چپ میشکنم. دوباره راهنمای سمت راست و با همین فرمون اینقدر به حرکت ادامه بدیم تا لاک پشتی و آروم تا ماشین کنار جدول با فاصله استاندارد پارک بشه. الان ماشین پارک شد، فاصله با ماشین جلویی تقریبا 1 متر تا 1 متر و 20 سانت و این هم تست فاصلهش تقریبا با جدول 40 تا 45 سانت فاصله داریم. این پارک دوبل به درد اون دسته از دوستانی که برای امتحان عملی شهر میخوان برن فوق‌العاده عالیه، خیلی آسون اجرا میشه و روز آزمون عملی شهر اگر از این تکنیک استفاده کنی استرس کمتری برای پارک دوبل خواهی داشت. امیدوارم که این ویدیو پارک دوبل به دردتون بخوره و روز آزمون عملی شهر ازش استفاده کنید. ممنونم که برای بالا بردن کانال از ما حمایت میکنید و با مهربونیتون این ویدیو رو هم در ابتدای ویدیو لایک کردین. یعنی خدا نگهدار.